ای خدا، آخه چرا حواسشون به من بیچاره نبود؟ حالا باید چی کار کنم؟ از کجا پیداشون کنم؟ اونا منو از کجا پیدا کنم؟ نکنه واسه همیشه من از یاد ببرم. دالی یه عروسک بود، عروسکی که توی اسباب کشی جا مونده بود. لیانا صاحب عروسک بود که از اون خونه اسباب کشی کرده بودن، اما دالی بیچاره رو یادشون رفته بود که با خودشون ببرن. حالا دالی تنها و غمگین شده بود. اون با خودش فکر میکرد ولی قصه خوردن و گریه و زاری فایده ای نداره. باید فکر چاره کرد. باید یه نقشه‌ای طراحی کنم تا بتونم برم و لیانا رو پیدا کنم. اگر رد ماشین رو دنبال کنم میتونم به خونه جدید لیانا برسم. آره خودشه، تو حرف نداری.